ترکیب کندهار حالا با پیراهن نارنجی یما پترول در برابر رقبا دلربایی میکنه، بخت آزمایی میکنه. فرصت ادامه کار میان خلم سمنگان و یما پترول. فرصت برای پهلوانان یما پترول. میره که امتیاز بعدی هم کسب بکنه. غلام خدایی این بار نوبت اوست. امتیاز کسب نمیشه. گساله روی خط دایره حلال هست و ابراهیم ترکمن به عدم امتیازگیری غلام خدایی پهلوان اشاره داره. ستاره پر آوازه بزکشی افغانستان، بدخشان و حالا یما پترول. صحنه تکرار با هم میبینیم. غلام خدایی پهلوان رفت که امتیازگیری بکنه، کسی هم صد راه اون نبود، مشکلی هم نداشت، ولی گساله خط نشد برای این بازیکن، این پهلوان با وقار و نام آشنای بزکشی افغانستان. صحنه تکرار با هم میبینیم. رفت و گساله را پرتاب کرد ولی کمی با بی دقتی. پهلوانان یما پترول و جوانان خلم سمنگان جریان داره. غلام خدایی در برابر عبدالصمد پهلوان، یکی از خلم سمنگان، دیگری از یما پترول. حالا فرصت هست. غلام خدایی کش میکنه گساله را. فرصت داره غلام خدایی پهلوان. حالا با پنجالهای قدرتمند خودش گساله را در اختیار میگیره. غلام خدایی پهلوان تکروی میکنه، از صد پهلوانان خلم سمنگان عبور کرده، میره که امتیاز هفتم کسب بکنه. یه اتفاق رخ میده و امتیاز کسب میشه. امتیاز هفتم برای یما پترول. مشخص نیست که امتیاز کسب شده یا خیر. ببینیم که البته ابراهیم ترکمن تایید کرده گساله را یا خیر. چهره غلام خدایی ستاره یما پترول در تصویر میبینیم. صحنه تکرار با هم میبینیم. مشخص میشه روی این صحنه که گساله خط شده یا خیر. غلام خدایی با شماره 8 یما پترول، مرد شماره 8 یما پترول امتیازگیری کرد و ببینیم که در ادامه واکنش جوانان خلم بدخشان چی خواهد بود. اینجا تعادل خودش از دست داد پهلوان خلم سمنگان. گساله رفت و درون دایره حلال قرار گرفت. بلند کردن گساله نبوده. حالا گساله از روی زمین بلند شده. کدام پهلوان به نمایندگی از کدام تیم؟ گساله در اختیار پهلوانان یما پترول قرار داره. بصیر باباشور پهلوان میره که امتیازگیری بکنه. فرصت برای باباشور. آیا امتیاز دهم در راه هست برای تیم بزکشی یما پترول یا خیر؟ بصیر باباشور میره که عدد را دو چند بکنه، یعنی امتیاز دهم را کسب بکنه. اجازه ای کارم میده. امتیاز دهم توسط بصیر باباشور، مرد شماره 4 تیم بزکشی یما پترول. بصیر باباشور این بار نوبت اوست. جشنواره گل برپا کرده بازیکنان یما پترول. نتیجه بازی 10-2. عدد 2 رقمی شده برای یما پترول. صحنه تکرار را با هم میبینیم. حالا ببینیم کدام بازیکن تیم بزکشی یما پترول نتونسته در برابر جوانان